در چه صورتی ما باید مردم داخل و مردم خارج چیکار کنن که شاهزاده رضا پهلوی بگه من رهبر موقت شما هستم، اینم دولت موقت منه؟ ببینید همه چیز در عمل مشخص میشه. فایده نداره شما اینجا تاکید بکنید که بنده باز حتما این چیزی بگم تا این چیزی بشه. اگه قراره بشه خواهد شد، اگر قراره نشه نخواهد شد. چه من بگم چه نگم. شما از این زاویه نگاه کنید که تمرکزمون روی این هستش که چه چیزی رو می‌خوایم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه ریش انداختن و جون گرفتن. این روش یه رونده، یه پروسسوسه به قول معروف. من الان تاکیدم این هستش که بیایم و این پروسسوس رو برسونیم به مرحله بعدی. ما 40 سال بحث دیالوگ بین جریانات سیاسی رو داشتیم، به قول خیلی ها نمیدونم تمرین دموکراسی و از این حرفا، ولی ما الان به مرحله به اجرا گذاشتن رسیدیم. باز میگم یه بخشی همچنان جزئی از مشکل هستن و باز تکرار میکنم ما معطل حرف اونا نیستیم. بیاین تمام نیرون رو بذاریم رو تقویت آنهایی که امروز میخوان با هم کار کنن، میتونن یه چیزی رو ارائه بدن، میتونن یه تقسیم کار به خودشون به وجود بیارن و در واقع این باعث این خواهد شد که هم میهنانمون در داخل بیشتر باورمند بشن که این چیز شدنی است